سلام هموطنان گرامی، دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، باز هم به این نوار نو خوش آمدید. امروز میخواهم درباره حمله هوایی پاکستان به هواپیماهای جنگی هندوستان صحبت بکنم. خب اول خودش هندوستان سر کرد، اول خودش هندوستان به یک گفته تروریستا را زد کشت یا اینکه نفرایی که میخواستن که بر ضد هندوستان حمله بکنن، اما در حقیقت این گپا اصلا حقیقت نداره. چون دوستان عزیز شاید بسیاری ها در این باره اونقدر نشنیده باشند یا اینکه شنیده باشند اهمیت نداده باشند. در مابین پاکستان و هندوستان یک جا را کشمیر میگن و مردم کشمیر بسیارش مسلمان هستند و همیشه میخواستند که آزاد از هندوستان باشند، یعنی به طور کلی. بس هندوستان هم یعنی هر سال چند صد نفر در اوجا به قتل میرسانه به جرم تروریست، به جرم اکستریمیست، اما در حقیقت چیزا نیست. این مردم میخواهند آزادی خودشان داشته باشند، اما حکومت هندوستان نمیخواهد که بگیم که با اون مردم آزادی بده. خب صحبت ما امروز در باره بگیم که جنگ، آیا احتمال است که جنگ شود، آیا در حقیقت یک جنگ مابین هندوستان و بگیم که پاکستان با وجود می آید یا نه. دوستان عزیز، چنانه که من میدونم اگر که اینا با همدیگر باز حل کردن همین تلاطف، شاید یک جنگ مدهک شود و این جنگ هم قدر دوام ندهد. اگر که جنگ هم دوام داد، از هر دی طرف هم پاکستان و هم هندوستان به قوت هستند، اما پاکستان از لحاظ عقیدوی به قوت‌تر بگیم که زورتر از هندوستان است. و چنانکه که میدونید این حمله ای که مثلا هندوستان با پاکستان کرد و به گفته خودش چند نفر کشت و دیگر، چرا که پاکستان با او جواب داد؟ چون که پاکستان یک کشوری هست که بسیار وابستگی از فکر مردمش داره. در پاکستان هیچ نفر نمیتونه که مثلا از پیش خودش هر کار کنه و مردم پاکستان هم همچون یک مردم مسلمان بسیار عقیدوی، یعنی عقیده‌شو سخته که باید هیچ کس نگذاریم که یعنی که به سر ما حمله بکنه. و فراموش نکنیم دوستای عزیز که پاکستان اولین کشور مسلمانی هست که بگیم که بمبای اتمی داره و خیلی با قوت هم هست. و از دیگر لحاظ در یعنی که ارمیه اسکرای هندوستان زیاد هستند، چون که هندوستان خودش بگیم که از 1 میلیارد هم شاید گذشتگی باشه و خوب تا 1 میلیارد هم شاید باشه هندوستان. و از لحاظ جنگ اسکرای پاکستان هم در قوت، یعنی که در جنگ در سنگر زیاد بودن و عقیدوی را میتونن بر ضد هندوستان جنگ بکنن. و دیگر چیزی هست در پیش میاد که همون کشورهایی که مثلا همیشه در بالای پاکستان و مثلا هندوستان گپی اول میزنن، او کشورها در این چیز بگیم که بقدر یعنی که شوقی نیستن، چون که این جنگ به فایده نه امریکا است، نه به فایده بریتانیا است و نه به فایده بگیم که سایر دولت های دیگه هست، چون که این دو کشور هندوستان و پاکستان نیاز به بگیم که زیاد به تجهیزات جنگی ندارن، چون که خودشون میتونن این کارا را بکنن، خودشون میتونن که یعنی یراق بسازن، خودشون میتونن که مثلا هواپیما بسازن. در هر حال هم که باشه دوستای عزیز، فراموش نباید کرد که یک جای هست که در اونجا کشمیر هست و در کشمیر بسیار مسلمان ها زندگی میکنن و حکومت هندوستان هم همیشه یعنی به قتل و کشتار این مردم بگیم که دست میزنن.
دوستای عزیز، اگر شنیده باشین روزهای اخیر یک چند روز پیش روسیه هم به تاجیکستان از امو بگیم که یراقی ضد هوایی داد که مثلا موشک‌های که مثلا میتوانند که هواپیما را بزنن، موشک‌های مثلا که میتوانند که آسمان تاجیکستان را نظارت بکنن. من فکر میکنم این چیز اصلا کار خوب است. تاجیکستان این چیزا را داشته باشه، اصلا این به نفع تاجیکان هست. یعنی هر یک چیزی که میتواند یعنی که باعث بقوت شدنی بگیم که اسکران و ارتش تاجیکستان شود برای ما خوب است. اما سوال در اینجا است که روسیه چی میخواهد؟ به خاطر چی روسیه اجازه را داده است؟ چون روسیه هیچ وقت بدونی یعنی طلبات بدونی شرط و شرایط یگان چیز نمیتن. اما من به همین باوری هستم که اگر ما همچون یک دولتی که مثلا از کروپسیا بیرون می داشتیم، یک دولتی که مثلا میتونست که مثلا حداقل کروپسیا را از بین می برد، مثلا خشتباربازی را از بین می برد، ما میتونستیم که در آینده نزدیک یک ارتش بقوت داشته باشیم. چون ما تاجیکا از لحاظ عقیدوی میتوانیم که بگیم که ارتشی پیشرفت در آسیای میانه داشته باشیم. خب چرا که درباره تاجیکستان گپ زدم دوستای عزیز؟ چون که نگاه میکنیم مثلا ازبکستان، مثلا تاجیکستان، هندوستان و پاکستان. تاجیکستان هم در پیش ازبکستان خورد است، چون خب ازبکستان همون شهرهایی که ما و شما داشتیم گرفته است شو. اگر که ما بگیریم دوباره تاجیکستان از همه کشورهای آسیا انشاءالله که کلان میشه بابا. اما اگر تاجیکستان کوشش بکنه به خاطر تجهیزات زیاد داشتن، به خاطر مثلا یراق و اسلحه زیاد داشتن، این خوب است. یعنی همچنین یک کشوری خوردم باشه میتواند که مثلا بر ضد دشمنش حرکت بکنه. چون ما اگر امروز بگیم که نه ما دشمن نداریم، این کاری خطا است. شما ببینید تمامی اخبارات دنیا را که مثلا همسایه ما چین چی کار میکنه و در چی کار هستن و چی میخواهن، اگر به همین طور دوام بخره شاید که بعد چند سال دیگه تاجیکستان نباشه. چون که از لحاظ عقیدوی چینی ها میخواهند در داخل خود همین را داخل بکنن در فکر اندیشه خود که تاجیکستان همچون یعنی که مستملکه بگیم که چین هست. و یک چیز دیگر را فراموش نکنین، یک کشوری خورد دیگر هم در هست، نامش بگیم که اسرائیل است، کشور یهودیا. نگاه بکنین که به همون خوردیش هیچ دولت عربی را گپزنی نمیمونه. چرا؟ چون که از لحاظ عقیدوی و از لحاظ بگیم که اسلحه و دیگر چیز پیشرفت کردگی هستند. و ما هم تاجیکا میتونیم که در حقیقت اگر روزی هم آمد که یک کشوری داشته باشیم که کشوری در حقیقت مصلحت آمیز باشه، در کشوری که پیشرفت باشه، در کشوری که حداقل ما بتونیم که اینوستیسیای بگیم که خارجی ها را یک سال در 5 میلیارد داخل بکنیم. چرا که ما امروز بگیم که نمیتونیم که مثلا سرمایه گذاری خارجی ها را در تاجیکستان بیاریم و سرمایه گذاران هم بکشیم بیاریم؟ چرا این کار را کردن نمیتونیم؟ چون نفرانی که میخواهند سرمایه گذاری بکنن ترس دارن. ما به خاطری که هر سال اگر حداقل 5 میلیارد بتوانیم دلار بتوانیم یعنی که برای پیشرفت تاجیکستان از خارج داخل بکنیم، یعنی به غیر از اینکه مهاجرت کاری، یعنی که نفرایی که میخواهند که همچون سرمایه گذاری بکنن، ما میتونیم که در دوام 10 سال اخیر هم ارتشی کلان داشته باشیم و هم ارتش ما هم تجهیزات داشته باشه و هم خودی ما شروع بکنیم به سلاح ساختن و همچون یک کشوری باشیم که بتونیم که مثلا از حقوق خودمان دفاع بکنیم. دوستان عزیز، میدونیم دنیا در صدور جهانی شوی است. بعضی نفرها میگن درباره جنگ فکر کردن احمقی است، اما میگن که اگر دشمنت پشه باشه فیلش بدون. چون که ما در حقیقت در یک جای قرار داریم که باید یک بگیم که
یک армия, як بگیم که ارتشی خوبی سالمی با تمام تجهیزات داشته باشیم. خب دوستای عزیز، درباره پاکستان و هندوستان حتما پیگیری میکنیم چی گپ میشود. اما من به همه عقیده هستم که شاید که در چند روز آخری کار خاموش شود. خب اگر خاموش هم نشه دوستای عزیز، انشالله که اگر در این باره فکر اندیشه‌ای داشته باشین بنویسین در کامنتاری ها و ما در این باره ها صحبت خواهیم کرد. و تمام عزیزانی که این ویدیو رو تماشا کردن تشکر میگم و خداوند شما را نگهدار باشه. انشالله که موفق باشین. خداحافظ.